بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. از دو برادر ارجمندی خود هر کدام جناب محمد آصف حافظ و عاطف فکور، برادران همدرد و دلسوز ما که در خارج از کشور مقیم هستند، به خاطر 12 فامیل مستحق و یتیم و بی‌وضاحت و فقیر کشورمان همکاری نمودند. خانه‌شان آباد امروز 30 جنوری 2022 تحت اشراف مؤسسه خیریه احساس برای نیازمندان که قبلا سروی کرده بودیم توزیع کردیم و خانه‌شان آباد خیر بینیم. انشالله نهاد خیریه احساس یک بستر مناسب به خاطر رساندن کمک های برادران هم احساس و همدردمان برای مستحقین و مستضعفین می باشد. از تمام برادرای خود خواهش ما می هست که یک بستر مناسب به خاطر توزیع و رساندن کمک های خودشان که احساس است این انتخاب بکنم و از این برادر خود بازم تشکر میکنیم. خانه‌شان آباد و امیدوار هستیم که این کمک ها و مساعدت های خود را ادامه بدهد. مردم افغانستان در شرایط فعلی در حالت خیلی سخت و دشواری به سر میبرند. بازم خیر ببینیم خانه‌تان آباد.